سلام عرض میکنم به خدمت شبکه قشنگ وصال حق. من ستایش هستم از ایران. فقط میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم. خیلی شبکه قشنگی داریم. من اهل سنت هستم ولی متاسفانه قبلا خیلی آدم خرافاتی بودم. به لطف و عنایت خدا الان 1 ساله که دیگه متدین شدم، هدایت شدم و خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم. خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم. انشالله خدا خیرتون بده. خیلی ممنون. الو سلام، خسته نباشید. از ایران تماس میگیرم. خواستم بگم که واقعا این مسئولین ما با این همه شعاری که دارن میدن، شعاراشون گوش فلک و کر کرده و با عملی که دارن انجام میدن و نتیجهش تو جامعه داره نشون داده میشه، اعتقادات مردم رو واقعا ضعیف کردن. واقعا مسئولی که شعار میده از هر نظر واقعا شعاراش به دل آدم میشینه. خیلی شعارهای قشنگی میده ولی تو عمل نگاه میکنی میبینی عملش 180 درجه با شعارش فرق میکنه. مردم واقعا بی اعتقاد میشن. مردم حس میکنن اینا دارن دروغ میگن. مردم نتیجه اعمال میخوان ببینن چجوریه. وقتی مردم میبینن اینا با این همه شعار نتیجهش تو جامعه عکس این همه مشکل مردم تو جامعه دارن، از نظر فسادی که ما داریم تو مردم میبینیم، تو جامعه داریم میبینیم، فقر، این همه تورم، مشکلات زندگی، مشکلات معیشتی، مردم دارن از همدیگه دور میشن. واقعا مردم الان روابط بین مردم رو نگاه میکنیم، به خدا این رابطه‌ای که مردم با همدیگه دارن تنهاین. احترام نیست بین مردم. مردم فقط به فکر خودشونن، به همدیگه دروغ میگن، به همدیگه پشت پا میزنن. آدم دل سرد میشه از زندگی. به خدا حق هم دارن وقتی میبینن اون بالایی ها، اون کسایی که دارن به حساب خودشون دارن متولی دین و اعتقاد اینن، متولی مسئول زندگی اینن، مسئول تمام امور زندگی اینن، اینجوری دارن عمل میکنن، مردم هم دارن بی اعتقاد میشن. به خدا خودش کمک کنه امتهای مسلمون و مردم مسلمون. واقعا کشورهای مسلمون، تو ملت مسلمون تو شرایط بدی دارن زندگی میکنن به خاطر مسئولینی که اعتقاد ندارن. واقعا درسته شعار میدن ولی واقعا اعتقاد ندارن. اگه اعتقاد داشتن نتیجه زندگی، وضع زندگی مسلمانه اونجوری نبود. واقعا اینا اعتقاد ندارن به چیزایی که دارن میگن، اعتقاد ندارن، با کارهای خودشون دارن مردم هم بی اعتقاد میکنن. خسته نباشید، دستون درد نکنه با برنامه‌های خوبتون. انشالله موفق باشین. خدا حافظ.